سلام. همونطوری که قولشو داده بودم میخوام تو این ویدیو راجع به چگونگی ثبت شرکت، مراحلش، روند قانونیش، هزینه‌هاش و چند تا مثال راجع به ایده های ثبت شرکت بگم براتون. در آخر هم میخوام راجع به این که یه سری خیلی سوال پرکاربردی از من میپرسن که میشه آیا با ثبت شرکت اقامت دانشجویی رو به اقامت کاری تبدیل کرد؟ میخوام راجع به اینم کاملا صحبت بکنیم که در چه حالت میشه، آیا شدنیه یا نیست. پس حتما ویدیو رو تا آخر دنبال کنید، کانال منم سابسکرایب کنید که ویدیوهای بعدی رو از دست ندید، چون راجع به موضوعاتی صحبت میکنم که فکر نمی‌کنم جایی به این راحتی بیان صحبت بکنن راجعش. خب مرحله اول انتخاب نوع شرکته که انواع اقسام شرکت رو توی ویدیوی اول قسمت اول گفتم که لینکش رو توی کپشنم براتون میذارم. بریم ببینین که چه نوع شرکتی مناسب شماست که مدل‌های مختلفی داشت، مثل اینسلونترنمن، GmbH، اوگ، چندین مدل بود که کامل راجبش صحبت کردم دیگه، اینجا راجبش صحبت نمی‌کنم. بعد از اینکه انتخاب کردین چه نوع شرکتی برای شما مناسبه، بر اساس تخصصتون، اگه مدرک دانشگاهی دارین، اوسبیلدونگی هم اینجا خارج از کشور گذروندین، مدارک فنی حرفه‌ای دارین، میتونین بر اساس این لیست رگلمنتیرت گوربه ها که شرکتایی هستن که نیاز به مدرک تحصیلی یا مدرک خاصی دارن، بر اساس این لیست که لیست کاملش رو توی کانال تلگرامم میذارم که اونم باز لینکش توی دیسکریپشن هست و میتونین جوین بشین، میتونین انتخاب کنین و برین مرحله بعد. اما اگه تخصص خاصی ندارین، مدرک دانشگاهی ندارین و میخواین یه کاری رو رام بکنین بدون هیچ پیش نیاز، میتونین توی لیست فقای گوربه ها که اونم باز توی تلگرام هم هست، تقریبا 90 خورده 100 تا شرکت عنوان شرکته، میتونین از بین اینا انتخاب بکنین که خب حالا من چند تا مثالش رو اینجا میزنم که ایده دستتون بیاد. به عنوان مثال خدمات تمیزکاری و نظافت منزل. خیلی‌ها هستن که یه همچین شرکتی رو ثبت میکنن و در ابتدا میتونین خودتون تنهایی شروع بکنین یا یه پارتنر، یه شریکی داشته باشین و بعد که یکم شرکت گنده شد دیگه بستش بدین، گستردش بکنین، نیرو بگیرین، میرن آگهی میزنن برای شرکت‌ها، برای خانه‌های شخصی که تمیزکاری انجام میدن، حالا هر نوع تمیزکاری. این میتونه گزینه خوبی باشه. یا مثال دیگهش خدمات تحویل کالاست. خیلی کسایی رو من میشناسم اینجا که میان یه شرکتی ثبت میکنن که خدمات تحویل کالا یا اسباب اساسیه و بهش میگن لیفروم، این خدمات رو ارائه میدن. حالا کسایی که اینجا پناهنده‌ان، کسایی که اجازه کار ندارن، همراه دانشجوان، به هر نحو این شرکت رو ثبت میکنن و یه ماشینی میخرن. حالا اگه اسباب اساسی منزل باشه که باید الکاوه بگیرن، اگه نه بخوان چیزای کالاهای کوچیک و سبک رو تحویل بدن یا با شرکت‌های تحویل کالا کار بکنن، ماشینای معمولی هم جواب میده. بعد پیش نیاز این کار اینه که شما باید حتما گواهینامه رو داشته باشید که منظور از گواهینامه اتریشیه که شما باید گواهینامه ایرانتون رو بیارین، اگه دارین ترجمهش بکنین در ایران، ترجمه رسمی. اینجا اگه هم حالا نکردین، اینجا سفارت ایران انجام میده. بعدش این گواهینامه رو تبدیل به گواهینامه اتریشی میکنین. خب حالا راجع به گواهینامه و مسائل گواهینامه توی گروه تلگرام کامل صحبت کردیم. یا یه شرکت دیگه که خیلی هم پرطرفداره، خدمات طراحی، هرچی طراحی گرافیک، مثل طراحی سایت، طراحی بنر، پوستر، لوگو. این هم خب یه شرکته و خیلی هستن که از این طریق شرکت ثبت میکنن. یا یه چیز دیگه هم که خیلی رایجه اینجا مثلا بین ایرانی‌ها، سوپرمارکت یا فروشگاه‌های کوچیک، فروشگاهی که حالا زنجیره‌ای نیست، مثل فروشگاه لباس، فروشگاه لوازم دکوری و غیره. اینا صرفاً چند تا مثال بود که ببینید چقدر ایده وجود داره که شما میتونید حتی برای بعضیش بدون هیچ سرمایه اولیه‌ای، فقط با ارائه خدمات یه شرکتی ثبت بکنید، خودتون رئیس خودتون باشین و کسب درآمد بکنید. خب بعد از اینکه موضوعتون رو در حالت کلی مشخص کردین که تو چه زمینه‌ای میخواین شرکت ثبت بکنین، مدارکتون رو مثل پاسپورت یا آسوایس، ملد ستل، اگه مدرکی چیزی دارین تخصصی مربوط به اون قضیه، اون مدرک رو برمیدارین میرین WKO که اونجا میگین آقا من اومدم میخوام شرکت ثبت کنم، که خودشون مشاور رایگان دارن، بهتون مشاوره میدن که چیکار باید بکنین، کجا باید برین. ولی یه برگه‌ای بهتون میدن که اون برگه رو برمیدارین، پر میکنین، فرم و این چیزاشو همش برمیدارین، با مدارکتون میرین مگسترات منطقه خودتون. حالا بسته به این که این
شرکتی که میخواین ثبت بکنین جزء فقای گوربا باشه یا رگلمنتیرت گوربه باشه، بسته به این میتونه بین 30 یورو تا 70 یورو فقط خود ثبت شرکت هزینه داشته باشه. بعد از این برای اون مدرک خاصی که برای رگلمنتیرت لازم دارین، اگه اونو مجوز خاصی بخوان، اونم تقریبا بین 50 تا 150 یورو ممکنه براتون هزینه داشته. مرحله بعدی با همه این مدارکتون بلند میشید میرید بانک، یک حساب بیزینسی، حساب شرکتی برای شرکتتون باز میکنین که اینم باز بستگی به بانک میتونه از 0 یورو تا 50 یورو هزینه داشته باشه. بعضی بانک‌ها رایگان انجام میدن، بعضی بانک‌ها هستن میگن که برفرض اگه حساب دانشجویی 3 ماهی 18 یورو تقریبا از حساب کم میشه، اینا تقریبا حساب بیزینسی و مثل ارسته 3 ماهی 30 یورو از حسابتون کم میکنه. مرحله بعدی اینه که شما میرین فینانس آمت و اونجا یک کد مالیاتی دریافت میکنین یا همون اشتویر نومه. اونجا شرکتتون رو ثبت میکنن که این پروسه کلا رایگانه. بر اساس جدولی که خودشون ارائه دادن، اگه درآمدتون از 12816 کمتر باشه معاف از مالیات میشین. ولی خب این به این معنی نیست که لازم نیست برین اداره فینانس آمت. خودشون حساب میکنن، میبینن که شما درآمدتون کمتره، معاف از مالیات میکنن. اینجوری ان که بعد از 3 ماه از شما این مالیات رو کم میکنن. میخوان ببینن که شما اول فروشی داشتین، درآمدی داشتین. قبلا تقریبا 1 سال بود، ولی به خاطر یه سری سوء استفاده‌ای که صورت گرفت الان کردنش 3 ماه. و در مرحله آخر هم میرید برای شرکتتون بیمه کسب و کار میگیرین، بیمه بیزینس، و شرکتتون رو بیمه میکنین که اینم بسته به اون شرکتی که باش قرارداد میبندید میتونه قیمتش متغیر باشه که انواع اقسام شرکت‌های مختلفی هست توی وین و شما رو برای حوادث، بیمه بازنشستگی، بیمه سلامت و مسائل حقوقی میتونن بیمتون بکنن. خب حالا میریم سر یه سوال خیلی جنجالی که از منم خیلی پرسیده میشه، اینه که آیا دانشجو میتونه که در کل با ثبت شرکت میتونیم که اقامت دانشجویی رو به اقامت کاری تبدیل بکنیم؟ از لحاظ تئوری بله میشه، ولی از لحاظ عملی خیلی سخته و فاصله داره با این حالت تئوری که میگن بله میشه. چرا؟ چون که خیلی شرایط سختی براش گذاشتن و خیلی هم گنگه، زیاد مشخص نیست. مثلا اومدن گفتن که باید حتما برای شرکت یک بیزینس پلن داشته باشین که جامع و کامل توضیح بده شما درآمدتون چقدر خواهد بود، چقدر میتونین سودآوری داشته باشید. یا مثلا یکی دیگه از شرطاش اینه که باید شما این شرکتی که ثبت میکنین بسیار مفید باشه برای اون منطقه یا برای اقتصاد اتریش مفید باشه. یا مثلا شرط دیگهش اینه که باید بتونین اشتغال زایی بکنین. حالا مثلا نیومدن بگن که چند تا شغل یا یه حدی بذارن برای اون درآمدی که گفتن. باید اشتغال زایی بکنین، نیرو بتونین جذب بکنین و این چیزا. اینا مسائلیه که کاملا شخص به شخص بررسی میکنن. یعنی شما بعد از اینکه شرکتتون گرفت، کارتون خوب شد، درآمدتون خوب شد، شما میرین درخواستش رو میدین و اینا میان بررسی میکنن. تمام این کسایی که تو این WKO کار میکنن میشینن تک تک مورد شما رو بررسی میکنن و با ملاک‌های اون سال و اون روز، الان که 2024 یه همچین حالتی گذاشتن، ولی با ملاک‌های اون سال میان بررسی میکنن ببینن آیا شما شرکتتون انقدر بزرگ هست که بتونه به درد اقتصاد اتریش بخوره. بعد تصمیم میگیرن که آیا ویزای کاری میتونن بهتون بدن یا نه. در آخرم میخوام بگم این ایده ثبت شرکت برای کسایی که میخوان خودشون رئیس خودشون باشن، میخوان یه کاری رو راه بندازن، کارآفرین باشن، یا اصلا خسته شدن از حقوق کارمندی، خسته شدن، یا پناهنده‌ان، همراه دانشجوان، اجازه کار ندارن که جایی بخوان ملک بشن، به درد اونا خیلی میخوره. اما اینکه چه شرکتی ثبت بکنیم، چه ایده هایی خوبه توی بازار کاری اتریش جواب میده، تمام اینا رو، چه ایده پولسازه مخصوصا، من توی ویدیوهای بعدی کامل راجبش توضیح میدم. طبق تحقیقاتی کردم، مشاورهایی که رفتم، کلی ایده دارم که اینا رو بهتون توی ویدیوهای بعدی آموزش میدم. پس لطفاً این چنل رو سابسکرایب کنین و اگه سوالی چیزی هم دارین حتما توی کامنت ها از من بپرسین تا من بتونم توی ویدیوهای بعدی بهشون جواب بدم. مرسی که همراهی کردین.